سلام، من زهرا و امروز با یه ویدیوی آموزشی باحال اومدم. اگه دلتون میخواد لباساتون رو با مروارید تزیین کنید، این ویدیو برای شماست. کافیه این مرواریدا رو تهیه کنید که تو سایزهای مختلف تو بازار موجودن. ببینید چقدر خوشگلن. اینم سریاشه که میتونین مناسب مرواریداتون تهیه کنین. اینم قیچی و پارچه. اینم دستگاه پرسه. این میخام از زیر با مرواریدا متصل میشن. کافیه میخ رو بذارید داخل نازل و نازل رو داخل دستگاه پرس قرار بدید. حالا مروارید مناسب پانچ رو انتخاب میکنید و اون رو داخل سریش میذارید و به دستگاه پیچ میکنید. حالا پارچه رو زیر دستگاه قرار میدیم و خیلی آروم پرس میکنید و پارچه رو آروم بیرون میکشید. شما میتونید برای تزیین خیلی لباساتون از این مروارید استفاده کنید. ببین چقدر قشنگ و تمیز شدن. اینم پشت کار، بقیه توضیحات کپشن. خداحافظ.